حالا هدف از این ویدیوهایی که میذاریم چیه؟ من تصمیم گرفتم که شناسایی مشکلات مردم و اینکه مسکوت میمونه یه سری از چیزا و دردهای مردم که حالا بهشم رسیدگی نمیشه رو سعی کنیم پیدا کنیم و در موردش صحبت کنیم. مثلا چه میدونم، یه پروژه‌ای مثلا شاید باعث درد هزاران نفر آدم شده باشه و صداشون به جایی نمیرسه. ما سعی میکنیم اینجوری در موردش صحبت کنیم و مشکلاتش رو پیدا کنیم و ریشه یابی کنیم و به هر حال رسانه‌ایش کنیم تا خیلی از مسئولینی که خودشونو به خواب خرگوشی زدند بیدار بشن و مشکل مردم رو حل بکنن. یا بهتر بگیم که امیدواریمون اینه که با این کار بتونیم این مشکلات مردم رو حل بکنیم، که حالا امیدوارم انقدری رسانمون یا ویدیوهامون قوی باشه و پربازدید بشه که مسئولین مجبور بشن مشکلات مردم رو حل کنن و ما هم خوشحال بشیم.